درود بینندگان گرامی، هواداران برنامه‌های مستقیم سامانه اویله تیجی، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه مهاجرت به خطر است و چون هر وقته با شما هستم سید احسان جلالیان. بیننده های گرامی، امروز یک موضوع خیلی مهمه که بیشتر بیننده های ما خوب سوال میدهند و در رابطه با این موضوع میپرسند. ما خواستیم در همین موضوع مستقیم این موضوع را مورد بررسی قرار بدیم. این دو شهروندی و سفر برنمایی. خب چگونه که شما میدونید امروزها خب وابسته به وضعیتی که در روسیه هست این موضوع خیلی موضوع داغ شده است و این خاطر ما میخوایم در همین موضوع در این برنامه صحبت انجام بدهیم. به این خاطر ما به استودیو دعوت کردیم انور بابویف، کارشناس خیلی شناخته ما، کارشناس مسائل مهاجرت، سابق راهبری خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شؤون اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین دلربا صمدوی، راهبری تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی و بیشتر وابسته به مسائل حربی. خب ما در وسایل اخبار عمومی می‌بینیم که ایشون فعال هستند. خوش آمدن به استودیوی ما و بیننده های گرامی، اینچنین شما میتونید مثل برنامه‌های دیگری مستقیم طریق رقم هایی که فعال است 55 55 6 10 08 و اینچنین 92 743 10 08 تماس بگیرید. همکار ما مهرانشاه عثمان زاده حتما شما را پیوست میکنن به استودیو و همچنین مهمون های برنامه ما به سوال های شما و اینچنین ما پاسخ خواهند گفت. خب بیا در آغاز استاد از شما شروع میکنیم. وابسته به دو شهروندی برای بیننده های ما معلومات بدهید که چگونه به دست میآید. مرمن تشکر. من تشکر محترم. با ما معلوم است که محترم تماشابینان، با ما معلوم است که سال 1995 بین حکومت تاجیکستان و فدراسیون روسیه سوشم درباره دو شهروندی قبول شده است و اون سال 90 بعد 2 سال توسط پارلمانت دو طرف تاجیک شده است و اون حکم قانونی خود را پیدا کرد و از همون زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان روسیه خود را که در دو طرف از جانب دو حکومت یا که از جانب داخلداری طرفا دو شهروندی قبول کنند. در این وقت البته زیادتر از تاجیکستان مهاجران به روسیه فرار میکردند یا که فعالیت کاری به انجام میرساندند و زیادتر در این کشور شهروندی را قبول میکردند. لیکن گپ در آن است که چی امکانیت یا که چی امتیاز دارد دو شهروندی. البته پیش از همه اون نفرانی که قبول میکنند دو شهروندی رو در مد اول بعد قبول دو شهروندی در مقامات رسمی مثلا میگیم فدراسیون روسیه و این مقامات وزارت کاری داخلی روسیه است. بعد از قبول دو شهروندی باید حتما به تاجیکستان به مقامات رسمی تاجیکستان در سیمای وزارت کاری داخلی اخبارات پیشنهاد کنند که من دو شهروندی قبول کردم. این بود پیش از همه اخباراتی که اطلاعات پیشنهاد کرده شود. بعد امتیازها در کدام اساس هستند؟ درباره فعالیت کاری بی پاتنت انجام دادن، درباره اون امتیازهایی که در سوی تیپ هستند یا اینکه فرزندان اون نفرانی که دو شهروندی دارند در از تاجیکستان در روسیه فرزندان آنها بی ماموریت در مقامات مؤسسه عالی در مؤسسه میانه یا که بخشوی کودکان باید تحصیل برند. این یگان دشواری ندارد و عموما بغیر از انتخاب کردن در مقامات رسمی روسیه در پارلمان روسیه و انتخاب شدن یا که در فعالیت کاری آنها در مقامات رسمی روسیه که در سوی بی خطر هستند در دیگر کاران و فعالیت آزادانه میشه شهروندان روسیه دارند و اون شهروندان روسیه که در تاجیکستان این دو شهروندی قبول میکنند آنها نیز این گونه امتیاز رو در خود دارند. لیکن گفتن لازم است که بعضی مسئله است که شاید که شهروندان تاجیکستان بی اطلاع باشند و در حالت نداشتن معلومات ضروری حتما باید که به مقامات رسمی تاجیکستان مراجعه کنند که در اون صورت هست سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه هست، کنسولگری ما در روسیه هست، نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت شغل در روسیه که آنها این مسئله رو دویمو تحت نظر قرار دارند و در هنگام ضروری آنها میتونند که به شهروندان ما یک موادی لازم پیشنهاد نمایند. خب تشکر میکنم و یک سوال دیگر که بیشتر از ما میپرسن بیاید از دلربا صمدوی میپرسیم و بعدا میگذاریم. بعضا بیننده های ما هم خیلی فعال شدن تماس گرفتن هست. بیاید سوالی عمومی که بیشتر میپرسن آیا سفر برکنی
مهاجران به عملیات مثلا عملیات آخری که روسیه دارد در اوکراین این اختیاری است یا مجبوری؟ مرمم همین سازشنامه دو طرفه که استاد نامبر کردند مسئله های خدمت حربی را هم به تنظیم دارد. اونجا گفته شده است که شخصانی که دو شهروندی دارند وابسته به جای قید دائمیشان همون محلی که دولتی که مقیمی زندگی میکنند موافق قانونگذاری همون دولت به خدمت حربی دعوت کرده میشن. یعنی وقتی که ما مهاجر مهنتی میگوییم ما کی را در نظر داریم؟ اون نفرانی که با پتن فعالیت میبرند یا اینکه جایی موقتی به قید گرفته شده موقتا استقامت میکنند یا شهروندی روسیه را دارند. اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند و جای استقامت دائمیشان روسیه باشد در اساس قانونگذاری حربی روسیه به خدمت حربی دعوت میشوند. لیکن این قاعده های آخرین سفربرکنی در همین دوره جنگ روسیه با اوکراین اونجا قاعده های موبیلیزاسیون نفرانی که دعوت کرده میشوند آورده شده است. یعنی نفرانی که وقتی خدمت کردن در ذخیره هستند یگان ملکه و دانش و چی میگن حربی خدمت حربی گذاشتند و اونجا رضایتش هست. یعنی یک گروهی معینی متخصصان رو دعوت میکنن. اگر شهروندان ما به همین طلبات موبیلیزاسیون شهروندان تاجیکستان که شهروندی روسیه را دارند و دائما در روسیه استقامت میکنند و به همون طلبات جوابگو باشن میتونن که آنها رو دعوت کنند. خب تشکر میکنم. یگان نفری هست. خب رقم های مفاول است 55 55 6 10 08 و 92 743 10 08. این رقم های ما هست در استودیو. میتواند که طریق همین رقم ها تماس بگیرد و همینطور سوال های خود را ایران نماید. و چگونه که در بالا ذکر کردیم دو موضوع را ما در یک برنامه خوب اینجا جا کردیم و همینطور بحث اطراف دو موضوع است و همسفر برنامه‌ای و اینچنین دو شهروندی. گفتیم که موضوع خیلی مهم، هرچند این در علاهیدگی ما میتونیم که در اطراف هر یک موضوع شاید ساعت‌ها صحبت داشته باشیم، ولی خوب از بس که خوب کمی هم باشد مانندی دارد و این خاطر مخواستیم که خوب هر دو موضوع رو در یک وقت در یک برنامه بررسی کنیم. خوب فرق حجت دو شهروندی از یک شهروندی در چی است میگویند؟ چی افضلیت و برتری یک شهروندی دارد یا برعکس؟ مرحبا. تشکر. عموما فرق یک شهروندی دو شهروندی. استاد میکروفون نزدیکتر باشه. میکروفون عذر. فرق یک شهروندی دو شهروندی. همه ما اخبار داریم که تاجیکستان و روسیه دو کشوری هستند که با هم سازشون دو شهروندی دارند. بله. نه روسیه نه تاجیکستان با دیگر کشور این خیلی سازشون ندارد. بله. تنها ما روسیه داریم. بنا چی دارد فرقیت؟ فرق شهروندی اگر ما در تاجیکستان باشیم، ما شهروند تاجیکستان که هستیم، البته همه اون فعالیتی که ما در تاجیکستان داریم در اداره دولتی، انتخابات در پارلمان و غیره در مقام دولتی و غیره گذار، این حقوقی شهروندی ما میباشد. لیکن اگر ما داشته باشیم دو شهروندی، پس ما میتونیم این حقوق رو در اون کشوری که در روسیه که ما بودباش داریم، چیزی که معلومه گفتن، نیم سال است، یک سال است، 4 سال، 5 سال است، این حقوق رو نیست شهروند تاجیکستان در روسیه نیز دارد. بنابراین باز حکم میکنیم که هستن چنین مثالی بسیاری که شهروند تاجیکستان در روسیه سال فعالیت دارند. مهاجر ملتی زیادتر از این مسئله یکی دیگر همتون برو مرزی که سال 5 سال حتی تا 10 سال در روسیه بودباش دارند و دو شهروندی دارند. و در تاجیکستان ممکن است که بعد از 2 سال 3 سال بعد از 5 سال به تاجیکستان بازگشت کنند برای خبرگیری خیشتباری خود، برای خبرگیری اولوی خود و غیره گذار. لیکن بعد از وقت معین 2-3 ماه پس اونا بازگشت میکنن به روسیه، یعنی که فعالیت دائمی اون در روسیه است. و بنابراین فعالیت دائمی اون در روسیه باشد و اون امتیازی که اونا دارن چه ما پیش رو قید کردیم اونها جانبی همین شهروندان است. لیکن اگر مبادا یک مهاجر میتاستوشون که یک شهروندی ما رو دارد در روسیه فعالیت کار کرده باشه، همچون مهاجر میاتی، البته وای باید پتن گیرد از اون امتیازهایی که دو شهروند دارد و اینکه امتیاز ندارد. و بعد از مهلت مقرری که در 90 روز قید شده است، یا اینکه فعالیت کاری خود را باید که در روسیه مقرر کند، یا اینکه بعد از 3 ماه باید که با وقتی خود بازگشت کنه به دیگر کشور. بنابراین این دو شهروند امتیازی خود را دارد و هنگامی با فکر من هنگامی به امضا رساندن این سازشون با این تاجیکستان و روسیه، رابطه دو دولت خواستند که منفعت دو جانبی رو بینابر گیرند
هم شرایط تویستان هم روسیه رو و ما خوب میدونیم که تویستان با روسیه همکاری استراتژیکی هستند در بسیاری مسائل از اون جمله مسئله مهاجرت و غیره گذار. بنابراین این گونه امتیاز با دیگر کشورها پیشو نشده است تنها روسیه تویستان. خب تشکر میکنم و معلم یک سوالی که بیشتر جوانان میدهند من میخوام که همینا بدیم میگن که چرا ما خوب شهروندی روسیه رو هم داریم دو شهروندی ولی وقتی که به تاجیکستان میآییم خوب ما رو بازداشت میکنند و به خدمت حربی میبرند میگن در همین چیل است میگه آیا بردن ما درست است قانونی است یا نمیگه؟ چون که من در آغازی برآمدم گفتم البته این وابسته از جای استقامتی آنها است. خدمت حربی در اساس این سازشنامه دو طرفه از همون دولتی که در آن جای استقامتی اساسی شهروند اعتراف می شود، مثلا شهروند روسیه تاجیکستان رو دارد و در روسیه مثلا خدمت میکند یا زندگی میکند استقامت میکند در اساس قانونگذاری روسیه دعوت میشد. مثلا بسیاری وقت یک پسران ما در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان آنها آزاد کرده شدند از دعوت. لیکن وقتی که به روسیه سفر میکنند آنها امید بر آن دارند که از دعوت به خدمت حربی در روسیه هم آزاد هستند، لیکن این اساس در قانونگذاری روسیه پیش بینی کرده شده نیست. یعنی آنها در آنجا دعوت میکنند. برای همین در کدامی که دعوت آنها جای دولت جای دائمی داشته باشند باید که در همونجا و قید حربی خود را گذارند. این طلبات ها برای همه دعوت شونده است. مثلا اگر زیاده است یک مهلت معین از تاجیکستان برای دعوت شونده های ما حتی به روسیه و همون منطقه دولت دویم شهروندیشان روند باید که حتما اینجا از خود را از قید حربی گرفته از همون کمیسریت حربی جای دائمی استقامت وقتی که به روسیه میآیند باید که خود را در آنجا به قید گیرند. اون وقت مقامات روسیه و مقامات تاجیکستان مقاماتی که دعوت میکنن خبردار میشوند که دعوت شونده یا اما شهروند سین دعوتی در کدام منطقه است. این عهده‌داری دعوت شونده است و برای اجرا نکردن این در هم قانونگذاری روسیه هم تاجیکستان جزای مأموری پیش بینی جریمه پیش بینی کرده شده است. مسئله دو شهروندی رو اگر ما به نظر و خدمت حربی رو به نظر گیریم عموما این رو به دو دوره تقسیم کرده ممکن است. دوره‌ای که تو جنگ روسیه اوکراین سر شد و پس از آن تو جنگ اوکراین سر شدن منفعت ها نسبت شهروندان منفعت یعنی امتیاز ها برای دو شهروندی بسیارتر بودند. لیکن حاضر از بس که جنگ سر شده است اینجا عهده‌داری کانستیتوسیونی هم به وجود آمد. شهروندان تاجیکستان که تنها برای آسان کردن استقامت آسان کردن پتنت و فعالیت و مهاجرت شهروندی رو گرفته بودند تا آخر درک نمی‌کردند که عهده‌داری کانستیتوسیونی از طرف روسیه یعنی خدمت در ارتش روسیه هم به گردن آنها میتواند که بیاید. البته دو دوره شد. حاضر جوانان البته نمیخوان که اکثریت جوانان ما خصندی آور است که نمیخوان که در این جنگ اشتراک کنند ولی این زیر سوال هستند که تا چه درجه این شهروندی امتیازها امکانیت ها جوابگوی آن هستند که من مثلا در جنگ اشتراک کنم. خب تشکر میکنم و اینجا یک نفر در خط الو هست بیت پیوست میکنه. الو سلام علیکم بفرمایید. از کجا زنگ میزنه چی نام دارید و چی سوال؟ من از شهر خوجند. خب یک پرسیدنی بودم از شما. من دو شهروندی دارم. این سو بعد چند ماه به نفقه میبرایم. میخواستم فهمم که نفقه خورانی که دو شهروندی دارند آنها در کدام کشور نفقه میگیرند. با من گفتن که اگر من از روسیه داشته باشم انتخاب کنم از تاجیکستان باید که نگیرم. و چه از کجا باید حجت‌هایم رو سپارم چه وای میکردم جواب میدادید بله. تشکر میکنم برای تماس گرفتن و سوال. مرحمت استاد شما پاسخ میگید. تشکر. من بانوی محترم در خط سوالی که شما گذاشتید امروز در جمع بسیار بحث موضوع کلان است نسبت مسئله و در سال پیشین اون شرایط تاجیکستان که دستی سال مفتا میبرآمدن میتونن در روسیه نفقه خود تعیین کرده نفقه گرفته در تاجیکستان زیست نمایند. لیکن سال گذشته فرمایش رسمی رابطه روسیه برآمد در اون خصوص که اون نفقه خورانی که سابق کشور شوروی از اون جمله تاجیکستان است اون نفقه خورانی که نفقه روسیه رو میگیرن باید در اون کشور بوده باش داشته باشند. یعنی که در تاجیکستان بودن و نفقه دو طرف رو گرفتن این نادرست است. یعنی که در تاجیکستان بودن نفقه روسیه رو گرفتن اینم نادرست است. بنابراین اگر شما خواهید که نفقه روسیه رو بگیرید باید شما در اون کشور بوده باش داشته باشید. خب تشکر میکنم و
اینجا یک سوال دیگر است. مردی که دو شهروندی دارد ولی در ارتش روسیه خدمت میکند، حجتش در تاجیکستان به کار میآید یا نه؟ خب شهروندانی که شهروندان تاجیکستان یا روسیه فرق ندارد در کدام ارتش خدمت کردند یا در تاجیکستان یا در روسیه از طرف هر دو اعتراف کرده میشوند. یعنی بلیت حربی آنها، چیپت حربی آنها اعتراف کرده می شود. این چنین تاجیکستان نفرانی که در روسیه خدمت آلترناتیوی رو یعنی دیگر نمود خدمت رو میگذارند در تاجیکستان هم در روسیه گذاشتن، در تاجیکستان آنها رو اعتراف میکنند. یعنی حجت های حربی هر دو طرف از هر دو طرف قبول است. در همه سمت قبول است. بلیت حربیشون ها، لیکن اساسهای دعوت شوی و اساسهای آزاد شوی هر خیلی است. مثلا چون که گفتم یک پسرها در ما آزاد میشوند لیکن در روسیه خدمت میکنند. تو از اینجا معلومات نامه گرفتن که آنها علاقه آزاد شدن. بعضی نفرها حتی بلیت حربی هم همچون یک پسر گرفتن، لیکن وقتی که به روسیه میروند از بس که در اینجا خود رو به قید میگیرن، اینجا جای بودوبوشی دائمیشون میشود، از بس که قانونگذاری روسیه برای یک پسرها آزاد شوی مقرر نکرده است، آنها رو دعوت میکنند. خب تشکر میکنم. شما اضافه داشته دوستان؟ درست معلومات درست خیلی کردن. یعنی که اگر دو طرف دو جانب شان توسط روسیه در حدود یک خدمت حربی با انجام رسوند قبول است. همزمان توسط مقامات حربی اون فعالیت کوری که موجب توسط روسیه در حدود یک با انجام میرسد اون قبول است. توسط گرفتن معلومات رسمی از کارگران دو جانب و سپردن اون با مقامات دولت نفخه میگن. خوب تشکر میکنم و رقم ها فعال است. 55 55 6 1008 و 92 743 1008 رقم ها در استودیو است. میتونید با همین رقم ها تماس بگیرید و چه سوال های هم باشد بگید. اینجا یک نفر دیگر هست در خط علاقه. الو سلام علیکم، بفرمایید. کودکانی که یکی از والدانشان شهروند روسیه و دیگر شهروند تاجیکستان است، آیا امتیازهای آنها به مثل کودکان روسیه هستند یا نه؟ یک فرزندشون شهروندی تاجیکستان دارد، یکی روسیه، همینطور؟ خب تشکر. یکی از والدین بفکرم یکی از والدین شد. خب یکی از والدین شهروندی روسیه را دارد، یکی دیگر شهروندی تاجیکستان گفتن. بله. فرزندان انا امتیازها برای فرزندا چگونه است میگن؟ عموما باید قید کرد که نسبت این مسئله ما باید که یک گفته اصول لوجیک مثل یکی فکر و عقیده منطقا باید ما درست پیش کنیم. در اصل اگر پدر یک مادر شهروند تاجیکستان در روسیه فعالیت کاری به انجام رساند، البته اون امتیازهایی که پیش میشن برای شهروندی که دارد یک شهروندی همچون مهاجری مینتی، البته امتیاز برای فعالیت کاری هست، امتیاز برای مکتب‌های میانه هست، یا که برای دانشگاه عالی قبولشان نیست هست. چون که مثال عادی در تاجیکستان بسیار جوان هستند که توسط اینترنت با دانشگاه عالی روسیه امتحان میسپرند و توسط دعوت آنها رسما میرن اونجا فعالیت تعلیمی خود را جواب میدن. بنابراین امتیاز وجود دارد و اون یگان ممنوعیت ندارد نسبت مثلا. خب نه اینکه شهروندی حتی شهروند تاجیکستان میتونه آزادانه در اونجا هم معلومات گیرد، هم در دانشگاه آموزد، فعالیت خود را هم دیگر فعالیت کاری خود را به انجام رساند. خب ممنوعیت نیست. تشکر میکنم. و اون نفر که در این اواخر خیلی زیاد میگونه سوال ها هست و حالت های هم میبینیم که بعضا زندانی ها هم به ارتش روسیه جلب کرده میشوند، مخصوصا در عملیات اخیری که دارد. خب همین چگونه است؟ آیا خب زندانی این حق ندارد که مثلا او بعضا او در برابر اونی که از آزادی محروم است داری های هم باشد، خطری و این چیزهای دیگر؟ خب اینا به اینا باید گفته نمیشود. البته نو بسته است اون که جنایت شخص شهروند جنایت صادر کرده است و از همه حقوق انسان محروم نمیشد و دارای همه حقوق است. برای همون جنایت صادر کردگی برای یک مهلت از آزادی محدود میشود، لیکن محروم از حقوقش نمیشود. یعنی نسبت آنها هم طلبات های موبیلیزاسیون من که گفتم اونجا هم خیلی روی خطی نفرانی است که در همون قانونگذاری کسی رو در دوره یکم دعوت میکنند و نباید شخصانی باشند که یعنی اونجا پیش بینی کرده شده است نفرانی که خدمت کردند، نفرانی که صاحب یک کسب حربی هستند،
دلخواه شهروندانی که همچون مرد میتونند که در جنگ استفاده کرد نمیتونند آنها را به جنگ فرستانند. بغیر از این برای نفرانی که در جایهای محرومی هستند یا که بعضی کاتگوری جنایت را صادر کردند آنها عموما دعوت نمیشوند، نباید دعوت شوند. از درون محبسخانه شرطنامه بسته یا شرط کرده که وقتی که تو اشتراک میکنی آزاد میشوی یا شهروندی روسیه رو میگیری، این البته غیر قانونی است. بغیر از این باید که قید کنم که نفرانی که شهروندی روسیه را ندارند به همین رویخط موبیلیزاسیون راست نمیآیند و جای دائمی زندگی آنها روسیه نیست. اگر آنها با خواهش خود به خدمت حربی به جنگ روند، هم نوبسته از طرف اوکراین جنگ میکنند یا تاجیکستان، همچون زرخریدان در تاجیکستان به جوابگیری جنایتی کشته میشوند. حالا به همین مسئله برمیگردیم. یک نفری هست در خط علاقه. الو سلام علیکم. بله بله مرحبا، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ چی خب سوال داشتم شما مرحبا. همه اون فهمیدیم که روسیه پولیسکین عسکری الکترونیک را همه بچه ما گراجنین هم روسیه هم تاجیکستان همه با همه پولیسکی الکترونیک میپرسونن یا همینا؟ حالا پسر شما در تاجیکستان یا که در روسیه؟ ما اوزی در تاجیکستان بچه ما در پیشم. فعالیت داشته باشن پرابلم نیست. خوب، سلامت باشن. تشکر میکنم برای سوال. یعنی اگر جای دائمی استقامتی فرزند این مراجعت کننده تاجیکستان باشد و قید گرفته شده باشد در تاجیکستان، آنها رو نمیتونن دعوت کنند، چون که یکی از اساسهای دعوت شوی جای استقامتی دائمی می باشد. این یک. دویمش در حقیقت حوزه اکثریت شهروندان رو روسیه به واسطه همین دعوت الکترونی برای مانده ایستادن تو همین وایشان هست که سیستمی که آنها به قید میگیرند و خاطرم رو آمد به واسطه همون سیستم هم دعوت میکنند. پیشتر مثلا اگر با پوچت الکترونی فرستونند یا اینکه پیسموها مکتوب ها فرستونند، حالا حتی به همون سیستم هم میفرستونند. بعد از 7 روز علاقه اعتراف میشد که دعوت نامه رو گرفته است. این معنی آن رو دارد که میتونند که آن رو برای فرار یا سرکشی از خدمت حربی یا ترک کردن جای خدمت حربی به جوابگیری جنایتی در روسیه کشند. برای همین وقتی که از یک دولت به دیگر دولت شهروندان ما میکشند، البته باید که خود رو از اونجا از قید گرفته وقتی که اینجا آمده استقامت میکنند دائمی خود رو در اینجا قید گذارند که دلیل شود که وای در روسیه نیست. خب نفر دیگر است، بیاد میشنویم. الو سلام علیکم. علیکم سلام مرحمت، بفرمایید. یک سوال، همین مرد شهروندی روسیه داشته باشه و زنش نی، همین فرزنده که از آنها برای نهایت کدام شهروندی کشور رو میگیرن؟ خب تشکر برای تماس گرفتن. مرد دارد همسرش ندارد، اما فرزندی که به دنیا می آید. فهمون. مرد شهروندی روسیه را دارد، اوله ندارد، زنش ندارد. اگر فرزند در روسیه تولد باشد و از روی انتخاب پدر و مادر میتونه که شهروندی روسیه را گیرد. لیکن اگر در تاجیکستان تولد شود، اینم در موافقه پدر و مادر است. یعنی که در چیزی که ما میدونم در قانون تاجیکستان درباره شهروندی که تحت محکومیت داخل تاجیکستان کار داخل تاجیکستان مقرر شده است، در اونجا حتی شهروندی خارجی که در تاجیکستان فرزند تولد میکنند، آنها نیز از روی اختیار پدر و مادر میتونه که شهروندی تاجیکستان را قبول کنند. بنابراین انتخاب پدر و مادر است، یا در تاجیکستان که در روسیه. خب تشکر میکنم. و اینجا مهرانشاه اشاره دارد که یک نفر سوال فرستاده است در یوتیوب. محمد خانه چی سوال است؟ در کدام حالت نفری دارای دو شهروندی از شهروندی یک کشور خارج میکنند؟ سلام باشم. تشکر. این مسئله نیست، نهایت مسئله امروز برای ما دشوار است. برای چی؟ چون که معلومه خود درک کرده است مسئله رو. در اصل اگر مثال عادی بیاریم، متاسفانه برای ما این درد ملت ما است. برای چی؟ متاسفانه تا این سال آخر تمایلی گرفتن شهروندی در روسیه از جمله تاجیکستان نهایت زیاد شده است. سال 2019 44,000 نفر تاجیکستانی‌ها در روسیه شهروندی روسیه گرفتند. سال 2001 سال پس، سال 2020 63,000، سال 2021 101,000 و سال 2022 از روی معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه 173,000 نفر. و این نگاه نکرد به جنگ روسیه و اوکراین. این البته با فکر من فرار کردن ذهن‌ها یکی جوانان تاجیکستان، این ذخیره طلایی، ذخیره ملت ما هستند. این آینده تاجیکستان است. البته این درد ملت ما است که ما توانیم پیش رو این رو گیریم. توسط کدام
роҳҳо тавассути ҳавасманд намудан дар ҷойи корӣ, тавассути ҳавасманд намудан дар ҳар гуна барномаҳои тоистон ки вазъи иқтисодии иҷтимоии он шаҳранро ки олиён беҳтар мегардад ва ғайра козо. лекин гап дар он аст ки душаҳрвандӣ чӣ гуна метавонад мамоният шавад. агар он шаҳрани тоистон ки дар Россия бошад, чизе ки маълумот қайд кардам, будубоши ӯ ва аҳволати кории ӯ дар ӯ кишвар бошад, албатта ӯҳдадории он кишварро бояд ки ӯ иҷро кунад. ва агар баръакс дар тоистон бошад, чизе ки маълумот дуруст қайд кардам, аз қайди вай баром дар тоистон дар қайди мо бояд истад. фаъолияти корӣ зиндагии худро дар тоистон амалӣ кунад, агар вай шаҳрани тоистон аст ва ҳамаи он ваколатҳое ки ёки ӯҳдадоре ки дорад дар тоистон бояд иҷро намояд. خب سلامت باشند. یک نفر دیگر هستن در خط الخط بیاد میشنویم. الو سلام علیکم، بفرمایید از کجا زنگ بزنید، چی سوال دارید؟ مرحمت گوش دارید. سوال داشتم. امکان است که یک نفر در یک وقت شهروندی 3 کشور رو داشته باشد؟ اوه چه سوال عجیب. تشکر بانو محترم. аз айни замон дар тоистон чунин қонунгузорӣ ёки чунин сулҳшон вуҷуд надорад. танҳо ду шаҳрвандӣ бо Россия аст. шаҳрвандӣ сеюм пешшод нашудааст. лекин дар дигар кишвар чунин таҷриба ҳаст. мисол мегӯем дар кишварҳои Англия, дар кишвари Аврупои зиёдтар, дар Амрико доранд 3 шаҳрвандӣ ва дар ҳар кишвар метавонанд ки фаъолияти кории худро амалӣ намоянд, будубош кунанд ва зиндагии худро пеш баранд. лекин тоистон танҳо бо Россия дорад ду шаҳрвандӣ ва Россия бо тоистон, дигар бо ягон кишвари дигар надорад. бинандаҳои мо нав фаъол шуданд. бинед барои мо имкон кам медиҳанд. алло салом алейкум. سلام علیکم. علیکم السلام. مرحمت بفرمایید از کجا زنگ میزنید و چی سوال دارید؟ یک سوال داشتم که برای کودکان تا 3 ساله در روسیه هر ماه مبلغ خیلی خوبی میدهند. ما دو شهروندی داریم و صاحبی 2 پسرچه و دوگانیان به چه آیا من هم میتوانم برای کودکم پول گیرم؟ برای این چیکار کردن لازم است؟ مبلغ گیرن برای کودکشون. بله همون کمک امتیازهایی که تشکر بانو محترم. дар ҳақиқат дар федератсияи Россия агар шумо ду шаҳрванд бошед, дар Россия будубошшумо бошад ва шумо дар онҷо дар қайди Россия бошед, фаъолияти кории шумо дар Россия бошад, ҳангоми тавлиди фарзандҳо ёки дугона ё сегуна фарқ надорад. албатта дар Россия барои кӯдакон, барои ҳар нафари кӯдак ба гуфти материнский капитал маблағ ҷудо мекунанд. яъне ки ин кӯмаки молиявии он кишвар барои ба камол расонии фарзанд аст ва дар ҳар минтақаи Россия ҳаҷми он ҳархела аст. мумкин 400,000, 500,000, 600,000 ва ғайра. лекин ин кӯмаки амалӣ барои ба камол расонии кӯдакон аст. як вақта дуруст. تشکر. یک نفر دیگر هست در خط علاقه ما را سوال دادن نمیگذارن. الو سلام علیکم، بفرمایید. من پیشتر شهروندی روسیه گرفته بودم. حاضر اما دوستان رفیقان از آمریکا دعوت کرده ایستادند که برای کار بیا نزدشون روم باید روم. میتوانم که از شهروندی روسیه یعنی خارج شوم، یعنی برای از شهروندی روسیه برآمدن چیکار کنم؟ یگان راه هست، علاجش هست؟ البته این سوال با سوال پیشتر مانند است. شما در هر حال این حقوق شما است. حقوق شهروندی شما است که اگر شما شهروندی روسیه گرفته باشید، شما میتونید با مقامات رسمی روسیه در سیمای وزارت کار داخلی درخواست پیش کنید که شما از شهروندی روسیه دست میکشید. این به ماموریت درخواست شما قبول کرده میشود و شما تمام شهروندی توسعه میگردید. بنابراین این حقوق شما است. و اگر مبادا اون شهروندانی که هستند که دو جانب دارند شهروندی یا در توسعه در روسیه چون حقوق نیز دارند. خب برای چی طلبات است؟ این میخواد که نام بفهمد. مثلا برای دست کشیدن از شهروندی روسیه. اکنون با فکر من تا این سال آخر شما خبر دارید که اون سانکشن اقتصادی نسبت روسیه است و شهروندان روسیه رو در کشورهای اروپا و آمریکا قبول نمیکنند زیادتر، حتی در سوی مهاجرت از اون جمله. بنابراین این شهروند میتونه که از جنوب تویستون به روسیه با عضو میخوان با دیگر کشور روانه شد با اروپا که آمریکا همشون روند موجود میناتی است که دیگر فعالیت است. بنابراین تا این سال آخر
من اگر مثال بگیم سال گذشته سال 2022 تا 400 نفر شهروندان تاجیکستان در انگلیس همچنین موجود میتی فعالیت کاری به انجام رساندند. از جمله در کره جنوبی زیاد از 200 نفر، در کشور آلمان، پولش و غیره. بنابراین قبول شهروندان ما در کشورهای اروپا و آمریکا همچنین موجود میتی قبول است، قبول است. خب تشکر میکنم و نفر دیگر است میبینید. الو سلام علیکم. مرحمت، ما شما را شنیده ایستادیم، چی سوال داره؟ ما از شهر دوشنبه زنگ میزنیم. خب همین دامادم در شهروند روسیه بودن، در جای کارشان در نتیجه صدمه استحصالی آفات کردن. دخترم وید نزدیک روسیه دارد ولی هنوز شهروندی روسیه رو نگرفته است. این زمان حامله‌دار است. آیا اون میتواند که همین مبلغی که برای مادران یعنی مشهورین که کاپیتال میتوان بگیره یا نه؟ فرزندش به دنیا آید شهروند کدام دولت شویده میشود در این حالت؟ خب سلامت باشین. تشکر. البته بانو محترم دردی ما را قبول کنید نسبت وفات عادی نزدیک شما. لیکن هنگامی که شما گفتید پدر که در محکومت کردیانده روسیه کار میکرد، هر گونه وفات در جای استحصالات باید که از جانب کردیانده پرداخت کرده شود، یعنی البته جبران شود. درسته، یعنی که اون اداره که پدر شما در آنجا کار میکرد وفات کردن باید که سالهای دراز، سالهای معین همچنین الیمنت، یعنی که الیمنت پرداخت کند. یاردم پولی هر ماه باید با شما جبران کرده شود. و شما که دختری پدر که هستید و پدر شما شهروند روسیه بودن، شما توسط پدر میتوانید از دو خون روسیه شهروندی روسیه رو گیرید و اون پسری که یا که فرزندی دختری شما تولد میشود حتما با اونها نیز باید کمک عملی مالی رسانده شود. خب سلامت باشن. با سوال داره نفر دیگر است. الو سلام علیکم. علیکم السلام. مرحمت، بفرمایید. گوش کرده ایستاده. مرحمت، چی سوال داره؟ روسیه شخصانی دو شهروندی داشته رو با تشخیص آورده. اشاره ها میخواهند دانند که آیا یگان راهی دست کشیدن از دو شهروندی وجود دارد یا نه؟ وضعیت افتاده در روسیه دست کشند مجازات میشوند یا اینکه نه؟ این مثل بود پیشتره. سلامت باشن. محترم شنوندگان، باز تکرار میکنم که البته این حقوقی آزادی شهروندی شما است. شما قبول کردید مثلا میگه 1 سال پیش، 2 سال پیش یا 5 سال پیش شهروندی روسیه را، یک شهروندی دو طرفه است، هم توش هم روسیه. لیکن اگر وضعیت شما را قناعت نکند، اگر شما درخواست رسمی با محکومت رسمی روسیه در سیمای وزارت کار داخلی پیش میکنید که من از شهروندی روسیه دست میکشم، وطن و شهروندی تاجیکستان هستم و اوید این مسئله باید شما تاجیکستان رو خبردار کنید، یعنی محکومت کار داخلی تاجیکستان رو. باید چه علاوه کنم، موضوع عموما دومای دولتی روسیه هم همین تشبث را از طرف نمایندگان، از طرف دپوتات‌ها گرفته ایستاده است که اون مهاجرانی که شهروندان دولت‌های آسیای مرکزی، نفرانی که شهروندی روسیه رو گرفتن، یعنی از وقت تولد نیو همچون در اساس شرطنامه‌های دو طرفه گرفتن، اگر آنها قانونگذاری را ویران کنند، اگر آنها عهدهداری خود را از جمله عهدهداری حربی را اجرا نکنند، میتوانند که از شهروندی محروم شوند. یعنی از یک طرف روسیه گرفتن شهروندی را آسان تر کرده شده است، چون که منفعت دار است که شهروندان از جمله تاجیکستان و دیگر دولت‌های آسیای مرکزی در جنگ اشتراک کنند و در قوای مسلح اشتراک کنند. از دیگر طرف همچون جریمه، همچون جوابگری محروم کردن از شهروندی را الکی در تجربه به راه مانده ایستاده است. خب تشکر میکنم. یک سوالی که من با بعضی از نفرانی که نزدیکانشون در همین جنگ‌ها رفته فوتیدن، مثلا زندانی بودن چی، ولی گفتن که خب وعده شده بود، نزدیکان فرزندانشون میگن وعده شده بود که جبران میشود، ولی بعد همین فوتشون یکم جبران پولی ما نگرفتیم، میگن کمکایی که گفتن میشود این چیز نشده است. میگن خب چی امتیازها رو باید روسیه میداد برای؟ عموما برای فوت یا یاردار شدن خدمتچیان حربی یاردم پولی یک وقته برای اویله اگر فوتیده باشد، مثلا برای دفن و معرکه های دفن که وابسته و اینچنین برای برقرار کردن سلامتی خود سربازان که افسر اعضای اویله آنها باید که دولت جبران پولی یک وقته و جبران پولی هر ماه است باید یاردم پولی. این وابسته به همون رتبه و وابسته به وظیفه‌ای که وی داشت مبلغش معین می شود. از جمله اگر این فوت یا یاردارشوی یا اینکه سلامتی گم کردن در معرکه های جنگی باشد، اون وقت با مبلغش زیادتر است.
لیکن باید که اینجا یک چیز دانست که در حقیقت آنها قانونی دعوت کرده بودند. آنها در حقیقت اعضای قوه‌های مسلح روسیه بودند یا نه؟ چون که بسیاری وقت نفرانی که از محبوس خانه بردند یا اینکه عموما شهروندی را نداشتند آنها را به خدمت بردند، آنها اعضایان رسمی قوه‌های مسلح روسیه اعتراف کرده نمیشوند. این قانون پیش بینی کرده است. بغیر از اون در تاجیکستان آنها را میتونند که با چه که من گفتم به جوابگیری همچون زرخریدان ایام نیکو به جوابگیری جنایتی موافق ماده 401 کودکس جنایی کشند. مهلتش خیلی زیاد است. برای این باید که ما اول فهمیم که وضع حقوقی همون شهروندان چی بود. آنها در حقیقت اعضای منمون قوای مسلح روسیه بودند. اگر باشن البته باید که جبران پولی گیرند. خب تشکر میکنم. تشکر. معلومات درست کردم و یک نقطه دیگر است که هنگامی از محبسخانه اگر شرایط توسن باشد با جنگ روسیه اوکراین دعوت کرده شد، اگر حتما بین چیزی گفتم معلومه اون زندانی که در روسیه بود و اون مخموتی که در سیمای وزارت مدافع روسیه دعوت میکرد باید قرارداد بود باشد. در این قرارداد باید که معین کرده شد که در مورد 6 ماه خدمت میکند یا که 1 سال و در حالاتی اگر ما بود و فوت کند یا که معیوب شود پرداخت مبلغ باید معین کرده شد و یک نسخه قرارداد باید که با اوله همون محبس شونده که در روسیه بود در تویستان از پدر و مادر با اون روان کرده شد که باید دونه که چگونه پرداخت مبلغ است. جبرو. خب تشکر میکنم. یک نفری هستن در خط علاقه. الو. سلام علیکم. مرحمت بفرمایید. از کجا زنگ میزنید و چی سوال میدید؟ مرحمت. از شهر کرمان زنگ میزنم. مرحمت. نامم منیجه. مرحمت منیجه بونم. من میخواستم بودم راستی من وای مادری تنها هستم. میخواستم که میزنی تنهایی که دو شهروندی دارد چه امتیازها دارد در شما دو شهروندی دارید؟ بخشید نفهمیدم. شما دو شهروندی دارید؟ ها دارم. خب سلامت باشن. تشکر میکنم برای تماس گرفتن. مرحمت استاد فکر میکنم شما تشکر. حکومت منیجه بانو در حقیقت این انتخاب شما است. شما دو شهروندی دارید هم در توش هم در روسیه. بنابراین با فکر من شما سند میراثی رو در سایه اجتماعی روسیه توسن بیاموزید و در کدام کشوری که از روی فکر رخته شما امتیاز زیاد باشد میتونید از اون کشور امتیاز قبول کنید. میتوند از روسیه، میتوند از البته این از روی این انتخاب شما است. فقط با سند میراثی با شما شده شما. سلامت باشند. جز سوال ها در صفحه یوتیوبی ما هم درمون خوب اومده است. میرانشاه اشاره دارن که سوال هست. مرحمت بخونه چی سوال است؟ ادریس قاسمов مرد 40 ساله شهروند روسیه پستیان رجیستراسیا کرده رو میتوانند مجبور به جنگ برند. خب تشکر برای تماس گرفتن. مرحمت شما پرسید. اینجا اگر وی خدمت کنند بغیر از سن و سال باید که وی باشد صاحبی کسبی حربی باشند. اونجا گفته است که پیرو رضایت میگویند همون وابسته به تخصص حربیشان تا 35 مقرر کرده شده است عموما موبیلیزاسیون. لیکن اگر بعضی کسب ها نارسایی باشد میتونند که از دایره همون رویخطی موبیلیزاسیون برآیند. چون 40 سال ها رو میتونند که دعوت کنند همچون ذخیره. لیکن البته باید که وی صاحب کسبی حربی باشد، باید که خدمت کرده باشد پیشتر. بله. بعدا اینجا گفتن که وی حجت‌هاش درست شده میکرد اما شهروندی روسیه را نداره. خب اینا او حجت‌هاش درست میکنه اما شهروندی روسیه نداره. شرط اساسی باید که شهروندی باشد. شهروندی باید با تاکید میکنم اگر وی جوی استقامت دائمیش وید на жительство میگن روسیه باشد یا اینکه همچون پتنت که کار کرده شده استفاده باشد، اگر وی بر جنگ اشتراک کند نوبسته است کدام طرف اوکراین یا روسیه وی زرخرید شده در تاجیکستان به جوابگیری جنایتی کشیده میشه. خب تشکر میکنم. و یک سوالی که در بالا داده شد و در همونجا ما یک نفر دیگر قبول کردیم، همین وابسته به زرخرید حساب شدنشون. بعضا نفرانی که شاید اونا مجبوری از زندان بردن، هرچند این چیز نیست میگن اختیاری است، ولی بعضا همین حرفا هم پیدا شده ایستاده است. اگر اونا مجبوری از زندان برده باشن یا که از جای دیگر با هر راههای دیگری برده باشن، یعنی این مقصر نیست برای رفتنش به جنگ.
آیا در تاجیکستان به جوابگری کشیده میشد؟ یعنی این تحقیق میشود که با کدام حالت برده شده است یا نه؟ من نمیدونم تا چی درجه شخص مجبور که برده لباس حربی پوشانده به دست و یراق سپاریده تا پراندن مجبور کرده میشود. بله. لیکن البته وقتی که حقوق شهروند ویران میکنند نو بسته است کدام حقوقش، از جمله اگر مجبورن به اوکراین برن برای جنگ باید که به مقامات مراجعت کنند. این سفارتخانه تاجیکستان در روسیه، اگر حالا هم عمل کرده است سفارتخانه تاجیکستان در اوکراین، در خود روسیه چند تشکیلات جمعیتی هستند که با مهاجران مکار میکنن، یکی از اونها میمریال، مثلا دیگه تشکیلات جمعیتی زیادن و مقامات پروکوراتور وزارت ملی تاجیکستان اینچنین به پروکوراتور وزارت روسیه پروکوراتور جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده باید که حتما شکایت کنند، خشانی خود رو خبردار کنند، چون که نو بسته از اون که چی سبب‌های و چی بهانه وقتی بردن و از جوابگیری آزاد نمی شود. ندانستن قانون سبب از جوابگیری آزاد شدن نیست. خب تشکر میکنم. استاد شما علاوه داشتید؟ بید اول یک نفر تماس قبول میکنه و بعدا علاوه شما رو بشنویم. الو. سلام علیکم. علیکم السلام. مرحبا. من برنامه شما رو تماشا دارم. تشکر میگویم برای یک برنامه جالب. تشکر است. یک سوال دارم، میخواستم که برنامه مهمان‌های شما همین سوالات پیشنهاد کنم. خب مرحبا. شهروندان تاجیکستان آزادانه شهروندی روسیه را به دست میارن، آیا اونها هم میتوانند که شهروندی ما را بگیرن؟ مثلا اگر روسیه شهروندان روسیه خواهند که شهروندی تاجیکستان را بگیرن، شهروندان روسیه شهروندی را بگیرن؟ البته. سلامت باشن. تشکر میکنم. استاد اول علاوه به سوال پیشتر، بعدا به سوالی که این خواهر گرامی تشکر. من معلومات درست خواهد کردن و فکر من بیاوست از اون که اگر شاید توشون در خارجه باشد و همچون موجودی مینتی است، همچون شهرد آزاد است، همچون مثلا میگیریم محبس فرق ندارد، لیکن هنگام ایواز نمودن فعالیت یکی با یگان واسطه با دیگر مخمود گذاشتن که با نظام حربی گذاشتن یکی با جنگ اوکراین رفتن، حتما باید که اولی خود خبردار کند چی اون حالت نباشد. پیش از همه موافقت گام میزنه که اون شهرین توشون که با خود روانه شد دویم بود که اولی خود خبردار کند چی که باید دونن چی واسطه است، چی سبب است، چی دشواری در فرزند ما است. بنابراین خبرداری اولی خود این پیش از همه برای خود انسان لازم است. و بعدا نسبت سوال اون بونه که گفتن درباره قبول شهروندی در توشون از جنوب روسیه، از روی باز تکمیل میکنم از روی سوشم دو شهروندی هم شهروندی توشون در روسیه هم شهروندی روسیه در توشون میتونن که قبول شهروندی دو جنوب قبول کنند و در توشون پیش از همه امتیاز برای اون شهروند روسیه است که در دیویزی 201 در توشون خدمت میکنن. اونها امتیاز کلان دارن برای گفتن شهروندی توشون در شهروندی توشون در از جنوب روسیه. بنابراین این امتیازها وجود دارد. به ممنونیت. بعدا با سوال دیگر شما علاوه هم شد و سوال دیگر هم شد. خب تشکر میکنم و اینجا هم من چند سوال هم دارم، باید بعضی سوال ها را از اینجا هم بدهم. گفته شده است که اکنون این سوال های هم که شده اینم از جانب بیننده های ما که فرستادن طریق دیگر وسیله هایی که تو به ما آمده رسید. شما همچون کارشناس به شخصانی که دو شهروندی دارن یا دو شهروندی گرفتن گرفتنیان چی مصلحت میدید؟ بگیرن دو شهروندی رو یا نگیرن؟ گفتن مصلحت شما چی است؟ مصلحت بسیار واضح است، چون که مثلا نه ما نه معلم نه شما خیلی گفتن نمیتونیم، چون که حقوق شهروندی انسان است. بنابراین در این مسئله گفتن چیزی که واضحی بد است، چون که شخصا من شهروندی توشون هستم، من شهر داشتم شهروندی روسیه رو گرفتم که نگرفتم مثال میگیریم. این اختیاری است. با فکر من در وطن خود بودن اجرا نمودن وظیفه عهدهداری خود مطابق اون مذهبی ما شما داریم در کارخانه دولتی از غیر دولتی است و خدمت به وطن با فکر بهترین است. و البته نسبت مسئله بود که دویم مخمود داخل تاجیکستان تشکیل بین خلقی غیر دولتی و خصوصی نیست، بود که همکاری دائمی داشته باشند و اون برنامه‌ای که ما در تاجیکستان داریم بود که عملیشان برای بهبودی تاجیکستان ما نگی گفتن دو شهروندی این وضع چه گفتم باز حقوق هر یک شهروند است پیش روی رو گفتن لازم، لیکن برای هنگامی که تاجیکستان و روسیه این سوشم امضا کرد یعنی که دروازه رو گشودن به دو جانب. من باز نکنم که اگر مبادا حربیای 221 روسیه که در تاجیکستان هستند شهروندی روسیه قبول کنن ما خوب پیش روز میگیریم برای چه
بله تشکر میکنم از یوتیوب و کدام یک نفر سوال نوشته است بیاید اسمشو خونم. اگر در ارتش روسیه خدمت کنیم و این بلیتش در تاجیکستان با کار میاد یا از نو خدمت میرویم؟ این سوالی که قبلا هم بود و بیاید شما باز یک بار تکرار میکنم که در اساس همون سازشنامه دو طرفه شهروندان تنها در یک ارتش خدمت میکنند، یا در تاجیکستان یا در روسیه، و هر دو جانب هم تاجیکستان هم روسیه خدمت رو در قواهای مسلحه یکدیگر اعتراف میکنند. خب تشکر میکنم. با سوال هست فکر میکنم ارمان. شخص دو شهروندی داشته اگر دعوتنامه حربی رو گرفته به کمیسریات حربی نرود چی میشود؟ آیا تعقیب کرده میشود؟ من فکر میکنم که این در دعوتنامه در روسیه در نظر دارم، نه که دو شهروندی داشت و جای استقامت دائمیش روسیه باشد، اگر بعد دعوتنامه رو گرفته حاضر نشود وی را به جوابگیری جنایتی میکشند. در اساس وی وابسته به همون کردارش، یا به فرار یا اینکه به ترک کردن جای خدمت یا حاضر نشدن به خدمت حربی. این اگر مثلا دعوتنامه رو فرستادند و با سبب‌های تکنیکی دسترسی نشد یا اینکه خودش امضا مانده نگرفت، این قاعده ها تو پیدا شدن دعوتنامه الکترونی بودن به جوابگیری مأموری یعنی جریمه جواب میکردن. لیکن اما از بس که حاضر قانون‌های حربی روسیه جدی‌تر شده ایستادن، جوابگیری شدیدتر شده ایستاده است، از جمله جوابگیری جنایتی برای فرار به حاضر نشدن به جای خدمت یا اینکه خودسرانه ترک کردن قسم حربی، جوابگیری جنایتی وزن‌تر کرده شده است. برای این دعوت شونده هایی که دعوتنامه رو میگیرند و حاضر نمیشوند امضا کرده به جوابگیری جنایتی میشوند. آنها رو باز همون کریتری اساسی جای اساسی استقامت قیدشان، اگر در تاجیکستان به قید گرفته شده باشند در تاجیکستان استقامت کنند، آنها رو دعوت نباید کنند. اگر کنند با خطاگی تکنیکی یا دیگر باید که شکایت کرده خبردار کرد که آنها در تاجیکستان زندگی میکنند. بعد یک نوزیکی مسئله است، بفکرم معلمین مسئله خوب درک کرده هستند. یک روش است که اگر بعد از گرفتن دعوت الکترونی شهران تاجیکستان در روسیه است، در دو شهران دارد، اگر در مدت 7 روز از خید برای به تاجیکستان آید، این هم یکی از روی است که خلاصی این شهروندی را گیرد و خب تشکر میکنم. البته این جنگی ما نیستن، با جوانان ما در اونجا اشتراک کرده. حالا در پارلمان روسیه که از وکیلان پارلمان روسیه هم یک در همین مورد هم گفت که اونایی که دو شهروندی دارد که تنها تاجیکستان دارد که دو شهروندی دارد و اشاره او برای تاجیکستان بود و گفت که چرا اونها به جنگ عملیات روسیه در اوکراین جلب نمیشوند. خب اگر در همین حالت مثلا اون شهروندی دو شهروندی هم که باشد و در تاجیکستان فعالیت کنند و اما روسیه خواهد که اونها را جلب کند، در همین صورت خب این تاثیر میرساند که وقتی او در تاجیکستان قیدش در تاجیکستان است، چون این خیلی بعضی نفران نگران هم کرده است، بعضی نفرانی که دو شهروندی دارند. یعنی دو شهروندی دارن در تاجیکستان؟ در تاجیکستان نه البته دو شهروندی داشته باشن در تاجیکستان استقامت کنن، در اساس همون سازشنامه دو طرفه که معلوم بود سال 95 به امضا رسیده شده بود، نمیتونن که آنها را دعوت کنند. لیکن من امیدوارم که روسیه به این سازشنامه تغییرات ها در آورده یا قانون های نو قبول کرده این را نمیکند، نباید کنند، چون این دو طرفه است. تاجیکستان باید که حتما روزگی خود را بیان کند، یک طرفه نمیشود. برای همین من با تاکید میکنم، فکر عقیده من است، من همچون شهروند تاجیکستان میگویم که این جنگ عموما جنگ ما نیست، این برای وطنی ما نیست، برای شهروندان ما نیست، این جنگ برای ما بیگانه است و من نمیخوام که یک گون جوانی تاجیکستان، تاجیک تبار، تاجیکستانی در این جنگ نه از این طرف نه از اون طرف اشتراک کرده شهید شود. بهتر است که عملا در وطنی خود ما خدمت کنند و در قواهای مسلحه ما خدمت کنند و برای پیشروی دولتی ما سهم گذارند. خب تشکر میکنم و اینجا چند سوال دیگر هم هست وابسته به خب همین دو شهروندی و اینچنین خب سفربرکنی، اما مهران شاه هم اشاره دارن سوال داره، سوال نداره. خب بعدا بیننده های گرامی از بس که برنامه ما هم میبینم که حالا 1 ساعت ادامه کرده است و به این خاطر دیگر نفرها را زنگش قبول نمیکنیم و در آخر بیاید یک مصلحت و مشورت های شما را به شهروندان
بدهید خب مخصوصا وعده ها هم خیلی زیاد می شود که نمیدونم شهروندی روسیه میدهند یا نمیدونم کدام یک وعده های دیگری ما از جانب روسیه می شود برای شهروندان ما برای سفربر شدنشان به عملیات روسیه در اوکراین. خب مصلحت تو مشورت های شما چی است؟ خب مرحمت باید که زیرکی سیاسی رو از دست نداد، باید که در حقیقت فکر کرد با یک ترازو مونده همین امکانیت دوشهروندی رو یک بار بها داد که تا چی درجه و مثبت دارد و منفعت دارد. این امکانیت است، این عهده‌داری نیست. البته خوب است که شما انتخاب دارید که دوشهروندی گیرید یا یک شهروندی گیرید. یکی حالت حاضری اقتصادی و اجتماعی سیاسی روسیه رو باید که به نظر گرفت. من فکر میکنم که شهروندان باید که قانونگذاران همچون مهاجر همچون شهروندی داشته آموزند، برخوردار باشند، حقوق خود را دارند و نگذارند که آنها را فریب و نیرنگ کرده به هر چیزها آنها را پیچانند. خب مرحمت مشورت شما. تشکر. ما گفتم است که البته توسط روسیه ما همچون همکار استراتژی هستیم، لیکن با این نگاه نکرده باید که جنوب روسیه شما گفتین در پالم روسیه مسئله بررسی کردید، طرف روسیه باید داند که این جنگ روسیه اوکراین است و مجبور سازی یا که دعوت کردن زیادی از جنوب روسیه شامل توسط این نادرست است. و البته اون تاجیکستانی که در روسیه میگن دوشهروندی رو با فکرم پیش از باید با پدر مادر خود صحبت کنند، مصلحت پرسند که اما مگر همین چیز لازم است یا اینکه نه، چون این یک عهده‌داری میاد بزرگ است، واجبی است نسبت به شهران تاجیکستان. و البته چقدر من تکرار کردم باز گپ میزنم اساس برآمدن هر یک جوان تاجیکستان و گفتن شهران دیگه کشور و یک وقت معین به وطن بازگشت نکردن این درد ملت ما است، چون ما ذخیره طلای ملتی خود را از دست میدیم. بنابراین توانیم که در تاجیکستان در وطن خودمون زیست کنیم، فعالیت کاری به انجام رسونیم و وطن خود را آباد کنیم. به فکر من در وطن خود بودن و فعالیت کاری انجام دادن این بهترین معرفت ما و شما است. تشکر. خوب تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. واقعا هم در بعضا موارد میگونه خبرها هم میفهمیم بعضا نفرانی که مثلا زندانی هایی که رفتن اونا اختیاری خودشان کردی رفتن ولی شاید یک سال خدمت ادای جزایشان مانده است ولی خوب راضی شدن که روان به این عملیاتی که هست روان و حتی هلاک هم بشوند. متاسفانه همین گونه حالت ها بعضا مورد ها خوب دیده می شود و یا خوب نفرانی هست که سالشان برای خوب نمیدونم برای ادای جزا قدر زیاد نیست ولی اینا هم راضی میشن که خدمت کنن در خب فریفته میشن. خب شما چیز گفتنی هستید و بیننده های گرامی یادرس میکنیم که خب همصحبتان ما بودن انور بابایف کارشناس مسائل مهاجرت سابق راهبر خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین دلربا صمد و راهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی که به سوالهای ما و شما پاسخ گفتند. در اینجا میخوام که به برنامه نوبتی مهاجرتی به خطر حسنی انجام ببخشیم و برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. موضوع های دیگری ما هم موضوع های جالب و موضوع های خیلی مهم برای مهاجران است. به این خاطر همین برنامه ما رو پیگیری کنید و خوب فعال باشید و با خب ما سوالهای خود را بنویسید و پیشنهادهای خود را بنویسید. در همینجا خب ما با شما خیر و خوش میکنیم و خب برنامه های دیگر ما که آماده میشه در خب کانال اویلا تیجی پخش خواهد گردید. خیر.